سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. بنده نوذر هستم، دبیر کمیته فنی جشنواره محصولات برتر نهمین نمایشگاه تراکنش ایران و میخوام یه خلاصه رو خدمتتون عرض کنم بابت نحوه ارزیابی محصولاتی که در برند به اصطلاح برنده امسال قراره که بررسی بشه. روال کار به چه صورته؟ شما دوستانی که در عرصه امور مالی و بانکی فعال هستید میتونید محصولات خودتون رو چه در سطح شرکت‌های بزرگ، چه در سطح شرکت‌های دانش بنیان و چه استارتاپی به اصطلاح محصول خودتون رو فارغ از این که به اصطلاح دغدغه‌ای داشته باشید، اگر که فیچر نوآورانه‌ای داره در این نمایشگاه مطرح کنید. فرمی به شما داده میشه که این فرمه در برگیرنده مشخصات محصولات شماست و بیزینس مدل به اصطلاح محصول شما رو داخلش میگیرن که محصول شما از نظر فنی چه مشخصه هایی داره به صورت کلی، از نظر کسب و کاری چه مشتریان هدفی داره، جریان درآمدیش به چه ترتیب هستش و فیچر نوآورانه‌ای که داره چی هست. این اول میاد توی کمیته فنی ما که متشکل از 12 نفر از متخصصین کشور هست که مجردینی هستن که در حال حاضر مشغول هستن. اول بررسی میشه، به اصطلاح نظر این دوستان همه تجمیع میشه، البته بر اساس تخصصی که دارن و مرتبط با محصول شما هستش ارزیابی میشه و در صورتی که حائز شرایط نبود که دلیل اون عنوان میشه و شما مطمئن میشین از اینکه به اصطلاح محصولتون چه مشخصه هایی باید میداشت تا بره بالا و چه نقایصی داشته که حذف میشه. اگر که طوری بود که قابل ارائه به مرحله بعد بود که وارد مرحله داوری میشه و کار شما رو ارسال میکنن برای داورهای محترم که اونجا هم کمیته داورانی هستن از افراد متخصصین، مدیران ارشد و کلان به اصطلاح مملکت تو حوزه بانکداری و مالی که این دوستان هم خب محصول شما رو این بار نه از دیدگاه کارشناسی و فنی بلکه از دیدگاه تجاری سازی و به اصطلاح اون کلیتی که منافعی که خواهد داشت برای بانک ها و مثلا مسائل مالی میسنجن و این رو در 3 لول به اصطلاح مشخص میکنن، یا در سطح تندیس، یا در سطح مدال زرین و سومین سطح دیپلم افتخار هستش. در این 3 سطح معرفی میکنن که این محصول کدومی که از این دامنه ها قرار میگیره و به اصطلاح شما فرصت دارین که بعد از اینکه اینها مشخص میشه در افتتاحیه نمایشگاه تراکنش این نتیجه محصولات ارائه میشه و به اصطلاح جوایز داده میشه و یه حدود 50 دقیقه تا 1 ساعت هم فرصت هست که بعداً در حضور کمیته فنی این محصول خودتون رو ارائه بفرمایید و اونجا نظریات تکمیلی و منتورینگ پیرامون محصولتون خدمت شما ارائه خواهد شد و غیر از این یه فیلم های کوتاهی هم از محصولاتی که ارائه شده توی استادیوی فاوا گرفته میشه که شما اونجا میتونید خیلی کوتاه به فیچرهای محصولتون اشاره بفرمایید و بعداً توی این اصطلاح فیلم های کوتاه تو رسانه فاوا پخش میشه. مستحضر هستید که ما در عصر دیجیتال و عصری که هوشمندی توش خیلی هایلایت شده و خودتون میبینید که چه سرعتی رو پیشرفت هم گرفته. نوآوری به اصطلاح یکی از فیچرهای پررنگ این حوزه هست و شرکت‌های زنده خواهند ماند که حوزه خلاقیت و نوآوری بیشتری توی کسب و کارشون دیده بشه، چون کارهای روتین رو که به اصطلاح هوش مصنوعی کم کم انجام خواهد داد. فیچرهای به اصطلاح مقایسه شرکت‌ها تو حوزه نوآوری هست و این نمایشگاه تراکنش هدفش این هستش که این مورد رو، این رقابت رو ایجاد کنه بین افرادی که در صنایع کشور دارن کار میکنن، صنعت مالی کشور دارن کار میکنن و باعث رشد و شکوفایی این حوزه بشه. شما این شانس رو دارین که محصولات خوب و نوآورانه خودتون رو در جشنواره محصولات برتر سال نهمین نمایشگاه تراکنش ایران به عرصه ظهور بذارید و شانس خودتون رو امتحان بفرمایید.